سلام به همه شما عزیزان. به کانال ما خوش آمدید. ما در این کانال به بررسی گرانترین ها و با ارزش ترین های جهان می پردازیم. پس اگر این موضوعات برایتان جالب است، با ما همراه باشید. بیایید نامه را و ارسال آن را بررسی کنیم. ابتدا یک ورق کاغذ و نوشتن متن مورد نظرمان. دوم تهیه پاکت نامه و تمبر که خرید تمبر همان هزینه ارسال نامه است. سوم انداختن نامه در صندوق پست. برای تمام نامه ها این مراحل را باید انجام دهیم. در این کلیپ ما متمرکز بر روی تمبرها خواهیم بود. تمبرها به شکل مربع و یا مستطیل ساخته می شدند و هر کشوری برای خودش تمبری را تولید می کرد و با قیمتی که روی آن نوشته بود به فروش می رساند. اما به مرور زمان قیمت تمبرها به عوامل مختلفی از جمله میزان کمیاب بودن، تقاضا و شرایط بازار بستگی دارد. تمبرهای کمیاب و با تقاضای بالا به دلیل ارزش کلکسیونی که دارند، معمولاً گرانتر هستند. همچنین تمبرهایی که در گذشته به تعداد کم چاپ شده اند یا به دلایلی از بین رفته اند، ارزش بیشتری پیدا می کنند. بیایید به بررسی 10 تا از گرانترین تمبرهای جهان بپردازیم. شماره 10. بلک پنی. بنی اولین تمبر پستی چسبدار جهان است که برای اولین بار در 1 ماه مه 1840 در بریتانیای کبیر منتشر شد. این تمبر برای تسهیل یک سیستم پستی یک نواخت و مقرون به صرفه طراحی شده بود. این تمبر دارای تصویر نیمرخ ملکه ویکتوریا است و در ابتدا با جوهر مشکی چاپ می‌شد. به دلیل مشکلاتی که در پاک کردن آسان علائم ابطال وجود داشت، در سال 1840 با پنی قرمز جایگزین شد. قیمت فعلی آن $3000 است. شماره 9. باسل داو. کابوتل نام یک تمبر است که توسط کشور سوئیس در 1 ژوئیه 1845 با ارزش 2.5 راپن منتشر شد. این تمبر به رنگ‌های مشکی، قرمز و آبی چاپ شد و اولین تمبر 3 رنگ در جهان و تنها تمبر پستی منتشر شده در شهر بازل سوئیس بود. این تمبر که توسط معمار ملچیور بری طراحی شده بود، یک کبوتر سفید برجسته را نشان می‌داد که نامه‌ای را در منقار خود حمل می‌کرد و عبارت اداره پست شهر بازل روی آن حک شده بود. این تمبر تا 30 سپتامبر 1854 معتبر بود و قیمت این تمبر $20000 است. شماره 8. The whole tree is red. تمام قرمز است. یک تمبر پستی چینی است که در 24 نوامبر 1967 منتشر شد و دارای مشکلی در طراحی بود. این تمبر نقشه‌ای از چین را با عبارت تمام کشور قرمز است نشان می‌دهد که در زیر آن یک کارگر، کشاورز و سرباز ایستاده اند و نسخه‌هایی از نقل قول‌های رئیس مائو را دارند، اما تایوان با رنگ قرمز سایه‌دار نشده و صرفاً دور آن خط کشیده شده است. قیمت این تمبر $50000 آمریکاست. شماره 7. تریام. این تمبر در سال 910 ساخته شده است و یک تمبر بریتانیایی است که در آن زمان فقط 2 رنگ داشت و دارای یک تصویری از شاه ادوارد پنجم است. این پادشاه پس از چاپ 24 میلیون نسخه این تمبر آنها را جمع آوری و از بین برد و تعداد اندکی از آنها باقی ماند. قیمت این تمبر حدود $100,000 آمریکاست. شماره 6. بلک امپرس. در سال 851 تولید شده و صورت ملکه روی آن کاملا نمایان است. تصویر چاپ شده روی آن از چهره ملکه توسط آلفرد ادوارد چالون کشیده شد. 50,000 نسخه از این تمبر چاپ شد که فقط چند نسخه از آنها فروخته شد و مقادیری که فروخته نشده بود در سال 1855 کشف و نابود شد و فقط 100 تمبر باقی ماند. قیمت این تمبر حدود $500,000 آمریکاست. شماره 5. بنجامین گلن.
بنجامین یکی از بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا است که در سال 1790 درگذشت و تمبر پستی دارای تصویر فرانکلین مرتبط با جنگ داخلی است و یکی از نادرترین تمبرهای آمریکاست. قیمت این تمبر $935,000 آمریکاست. شماره 4 جنی. جنی یک تمبر پستی 24 سنتی ایالات متحده است که برای اولین بار در 10 مه 1918 منتشر شد و در آن تصویر هواپیمای کورتیس JN4 در مرکز طرح به صورت وارونه چاپ شده است. این تمبر یکی از مشهورترین اشتباهات در تمبرشناسی آمریکایی است. تنها یک صفحه از 100 تمبر وارونه تاکنون پیدا شده است که این اشتباه را به یکی از با ارزش‌ترین اشتباهات در تمبرشناسی تبدیل کرده است. قیمت آن بیش از $1,600,000 است. شماره 3 ترسگلو. سوئد این تمبرهای پستی خود را در سال 1855 منتشر کرد که نشان ملی سوئد را در مجموعه‌ای از 5 واحد از 3 تا 24 اسکیلینگ سوئدی به تصویر می‌کشید. تمبر 3 اسکیلینگ معمولاً به رنگ آبی سبز و تمبر 8 اسکیلینگ به رنگ نارنجی مایل به زرد چاپ می‌شد. در هنگام چاپ تمبرها رنگ آنها با هم مخلوط شد. دقیقاً مشخص نیست چه مشکلی پیش آمده است، اما محتمل ترین توضیح این است که کلیشه‌ای از صفحه چاپ آنها آسیب دیده یا شکسته بود. این خطا در آن زمان مورد توجه قرار نگرفت تا سال 1858 واحد پول سوئد تغییر کرد. تمبرهای اسکیلینگ با تمبرهای جدیدی جایگزین شدند. قیمت این تمبر $3,000,000 آمریکاست. شماره 2 ماریش. این تمبر توسط جوزف اسموند بارنارد متولد انگلستان در سال 1816 که در سال 1837 با کشتی به جزیره موریس رفت طراحی شد. طرحها بر اساس تمبرهای رایج آن زمان بریتانیا که اولین بار در سال 1841 منتشر شدند با تصویر نیمرخ ملکه ویکتوریا و در 2 واحد با رنگ‌های مشابه منتشر شدند: 1 پنی قهوه‌ای یا قرمز و 2 پنی آبی که در 21 سپتامبر 1847 منتشر شد که بسیاری از آنها در دعوتنامه‌هایی که توسط همسر فرماندار موریس برای مهمانی که آن آخر هفته برگزار می‌کرد ارسال شده بود استفاده شدند. تمبرها با استفاده از روش چاپ فرو رفته، چاپ توکار چاپ شدند. قیمت این تمبر $4,000,000 است. شماره 1 The Britannia 1 cent magenta. این تمبر تاریخ 4 آوریل 1856 یا قبل از آن، یعنی تاریخ مهر پستی آن، خریداری شده است. این تمبر در سال 1873 توسط یک دانش آموز 12 ساله اسکاتلندی، لوئیس ورنون وان، در شهرستان دمرارا در گویان که مهر پستی آن تمبر را دارد، در میان نامه‌های عمویش کشف شد. هیچ سابقه ای از آن در کاتالوگ تمبر او وجود نداشت. بنابراین او چند هفته بعد آن را به قیمت 6 شیلینگه به یک مجموعه‌دار محلی، نیل راس مککینون، فروخت. در سال 1878 مجموعه مککینون به قیمت 120 پوند به یک فروشنده تمبر لیورپولی به نام توماس ریدپف فروخته شد. کمی بعد در همان سال توماس ریدپف تمبر را به قیمت حدود 150 پوند به فیلیپ فون فراری فروخت. مجموعه از این تمبرهای فراری به موزه برلین واگذار شد، اما پس از مرگ فراری در سال 1917 کل مجموعه پس از پایان جنگ جهانی به عنوان غرامت جنگی توسط فرانسه تصاحب شد. قیمت آن حدود $10,000,000 است. ما مهمترین و گرانترین چیزهای جهان را بررسی می‌کنیم. اگر این موضوعات برایتان جالب است، ما را لطفاً سابسکرایب کنید و برای بیشتر دیده شدن ما را لایک کنید.